کارش این شکلیه. یک حلقه ایجاد میکنیم این شکلی. هنوز درست بلدش نیستم. اینجوری از داخل حلقه میاریم، بعدم یه دونه گره بهش. تعدادی که داخل این حلقه ما یه تعدادی باید ببافیم، یه تعدادی پایه بلند ما لازم داریم. شروع کار که خودمون میدونیم دیگه این شکلیه. اول 3 تا دونه زنجیره میزنیم تا به اندازه یه دونه پایه بلند بشه و بعد شروع میکنیم توی حلقمون پایه بلند بافتن. چند تا پایه بلند لازم داریم؟ 14 تا دونه. اولیش که همون زنجیره بود که بافتیم و الباقی 13 تا دونه پایه بلند دیگه میزنیم که با اون زنجیرهای اول رو هم دیگه بشه 14 تا پایه بلند. 14 تا پایه بلند که بافتیم این نخه رو میگیرم میکشم، خب که این حلقه بسته بشه، این حلقه وسط کار بشه همون اندازه‌ای که ما میخوایم، اضافه نباشه. بعد ما این دونه آخر رو به دونه اول باید وصل کنیم. اینا رو با هم دیگه وصل میکنیم، این شکلی میشه یه دایره کامل. میریم سراغ رج دوم. رج اول 14 تا دونه. رج دوم چیکارش میکنیم؟ رج دوم اول همون 3 تا زنجیره رو میبافیم، بعد توی همین خونه‌ای که الان ما کارو باهاش شروع کردیم یه پایه دیگه میبافیم، میشه 2 تا پایه داخل یه خونه. بعد میریم سراغ خونه بعدی. اینجا 2 تا پایه بلند دیگه توی خونه بعدی میبافیم. بعد خونه بعدی دوباره 2 تا پایه بلند و همین روال تا آخر کار ادامه میدیم. داخل هر خونه 2 تا پایه بلند همینجوری 2 تا 2 تا میبافیم. ته کار چه اتفاقی میفته؟ به جای 14 تا دونه 28 تا دونه پایه بلند داریم. خب ردیف دومو بافتم، توی هر خونه 2 تا پایه بلند بافتم. الان دوباره دونه آخر رو به دونه اولیه وصلش میکنم اینجوری. خب رج بعدی 3 تا زنجیره که اولین پایه‌مون رو درست کردیم، توی همون خونه یه پایه دیگه میبافیم، میشه 2 تا. بعدیه رو یه دونه میبافیم، بعدیه دوباره 2 تایی میبافیم، یکی یه دونه، یکی 2 تایی، یک در میون داریم اضافه میکنیم. رج سومم بافتم، دوباره همون کاری که همیشه میکنیم انجام میدیم، وصل میکنیم سر تا دایره رو به هم دیگه. میریم سراغ رج چهارم. دوباره تو دونه اول آن 2 تا زنجیره زدم، 3 تا باید بزنیم. توی دونه اول یک دونه دیگه میبافیم که بشه 2 تا و این بار 2 تا تک میبافیم، یه دونه اینجا جفت میبافیم که اضافه کرده باشیم. دوباره 2 تا تنهایی میبافیم، یه دونه جفت میبافیم. خب من رج چهارم بافتم. اینجا اگر که ته این قوطیه رو نگاه کنیم، ما با این دایره شروع کردیم که 1 2 3 4 تا رج. ما الان 4 تا رج رو بافتیم، یعنی در واقع کفیه اینو الان بافتیم. الان میخوایم این رج رو ببافیم. خب برای رج بعدی دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. توی دونه بعدیش یه پایه بلند دیگه، بعد 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 2 تا پایه بلند، 1 2 3 4 1 2 3 4 2 تا پایه بلند، 1 2 3 4 1 2 3 4. همینطوری تا آخر کار این رج رو ادامه میدیم. 4 تا زنجیره، بعد اینجا رو میشماریم، 4مین دونه 2 تا پایه بلند پشت سر هم، نه اینکه 2 تا رو توی یه خونه ببافیم، ما 2 تا خونه جداگونه. 3 4 1 2 3 4 تا آخر این رج. خب من این رج رو بافتم تا آخر کار. دوباره اون 4 تا زنجیره آخر رو وصل میکنیم به اون پایه بلنده اولی که بافتیم. این خودش الان فرم حالت دیواره هم گرفته، خودش جمع شده. خب حالا برای اینکه دوباره شروع کنیم رج بعدی و نخ ما باید بیاد داخل این حلقه، ما از اینجا باید بافت شروع کنیم. بنابراین نخ اینجوری میاریم داخل حلقه، از داخل دونمون رد میکنیم که نخ بیاد توی حلقه. بافت از اینجا باید شروع کنیم. 3 تا زنجیره، یه پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. خب این داخل اولی. میریم بعدی. 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند و همین شکل 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. همین
بافتش این شکلی میشه و این بافتیه که ما تا آخر کار همینطوری میبافیم میریم بالا. این یکی رجه رو با همون سبک و سیاق بافتیم، اومدیم تا آخر کار دوباره طبق روال خودمون اینو به دونه اولیه وصلش میکنیم که یک دور کامل بشه. برای رجه بعدی ما دوباره لازم داریم نخ بیاد داخل اینجا، بنابراین نخ رو میاریم داخل اینجا و از اینجا کار رو دوباره ادامه میدیم. 3 تا زنجیره، یه پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. این دونه اول، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، همین 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. همین به همین سادگی، یعنی بافت به همین سادگی، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند و بعد میریم تو خونه بعدی. نگاه کنین تمام بافت از پایین تا بالا همینطوری پیش رفته. چند تا رج باید ببافیم؟ من برای این شیشه، یعنی برای این شیشه که کوچیک‌تر بود 8 رج کافی بود، 8 رج بافتم. ولی برای این شیشه یه مقدار قدش بلندتر بود 9 تا رج بافتم. میتونین ببافین مثلا 8 تا 7 تا ببافین و بعد شیشه رو داخلش امتحان کنین ببینین که بعد چه اندازه اگر که باشه برای شیشه شما کافیه. من 9 تا رج برای این بافتم و بعد 3 رج دیگه برای بالای کار بافتم. اگر که بخواین لبش اینطوری بلند باشه من الان برمیگردم به شما توضیح میدم که بالای اینو چجوری باید ببافین. اگر نه که بالای کار رو باید جمع کنین و کار همینجا تمامش کنین. این کارو من توی این شیشه کردم. ولی الان به شما توضیح میدم که اگه قرار باشه لبه این بلندتر باشه و یکم بیاد بالا، من این کارو به این خاطر کردم که درش پیدا نباشه، یعنی این بیاد یکم لبه اینجا یه مدلی پیدا کنه که درش خیلی به چشم نیاد. الان من به شما توضیح میدم، یعنی اینو ببافم تا برسم به اون 9 تا رج که تمام کردم، برمیگردم به شما توضیح میدم که بقیه‌شو چجوری باید ببافین. خب من 9 تا رج بافتم، رسیدم به رج دهم. توی رج دهم پایه ها که عین همونه، هیچ تغییری نمیکنه. تنها تفاوتش اینه که بین این پایه تا پایه بعدی که میخوایم ببافیم یه دونه زنجیره میزنیم که لبه این یه ذره گشادتر بشه، همینجور که داره میره بالای کار یه ذره بالای کار گشادتر باشه. یه زنجیره، بعد پایه بعدی. یه زنجیره و بعد آخرین، یعنی وصل میکنیم به اون اولین بافتمون. رج 12 چیکارش میکنیم؟ ببخشید رج 11 رو اول نخو بیارم داخل اینجا. دوباره این همون رجای قبلی، هیچ فرقی نمیکنه. 1 2 2 و الان که میخوایم پایه بعدیشو ببافیم 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا زنجیره و پایه بعدی. این رجای قبله، هیچ فرقی نمیکنه، ولی قبل از اینکه بریم پایه بعدی 2 تا زنجیره میزنیم و این رج تا آخر همینطوری ادامهش میدیم. برای رج آخر که در واقع دالبر لبه کار باشه اینجا رو میخوایم ببافیم. برای این دالبر ما 2 3 4 5 6 تا پایه بلند میبافیم، یا 7 تا یا 6 تا پایه بلند میبافیم. بعد یه دونه پایه کوتاه بین این فاصله ها میبافیم به خاطر اینکه سرای اینا رو یکم بیاره به سمت پایین. دوباره توی بعدی 6 تا پایه بلند، اینجا یه پایه کوتاه، اینجا دوباره 6 تا پایه بلند و این کار رو تا آخر این رج ادامه میدیم. خب این رجم تموم شد. من اول و آخر کار رو به هم وصل کردم. یه زنجیره اضافه هم میزنم که سر نخ یه ذره محکم‌تر بشه. دونه اولی که بافتم فکر کنم واقعا هر رجی که بافتم یه بار شیشه رو گذاشتم توش امتحان کردم، دوباره بافتم از بس که ذوق زده بودم. بعد از اینجا اگه روبان داشتم من فکر میکنم با روبان این کار خیلی قشنگ‌تر میشد، ولی متاسفانه روبان ندارم. شما اگه روبان داشتین با روبان امتحان کنین و خیلی دوست دارم که عکس کارتون رو برام بفرستین، من ببینم که شما چطور میبافین. اگه که ایده دارین برای خوشگل‌تر شدن و جذاب‌تر شدن این کار حتما بهم بنویسین که منم از شما یاد بگیرم. خب اینم آخرش و این شیشمونم آماده شد. امیدوارم که ببافین، ازش خوشتون بیاد، استفاده کنین. خدا نگهدار.